اگه قرار باشه مقصرای این کوروش کمپانی رو درصد بندی بکنیم، 1% این دو لیبریتیان 99% دستگاه نظارتیه. ولی طبق معمول اومدن 1% رو هول دادن زیر ذره‌بین مردم که قشنگ 100% جلوه بکنه. آقا کی برای این بابا که کارت پایان خدمت نوشته مجوز صادر کرده که رفته شرکت زده؟ مگه از اتحادیه موبایل 6 ماه قبل با شما تماس نگرفتن بلند شدین رفتین اونجا رو پلم کردین؟ چرا فردا صبحش بلند شدین رفتین فک پلم کردین دوباره؟ این که کارت پایان خدمت نوشته، پاسپورتم نوشته، چه جوری یه شب تونسته همون دفتر رو جمع بکنه هم از مرز خارج بشه؟ مگه شما هم مردم مالیات نمیگیرین که به هوای مالیات گرفتنم که شده حسابشون رو چک بکنی؟ 1 میلیون 2 میلیون 100 میلیون که نبوده، نزدیک به 2000 میلیارد تومان پول بوده. چجوری به همین راحتی تونسته این پول رو جابجا بکنه هم مرزم خارج بشه؟ این حرفا نیست. ولی بهترین کاری که شماها کردین ترکمون زدن به این دو لیبریتیا بود که اکثرانشون هم برای جمهوری اسلامی تبلیغ میکردن. اینا فردا ساعت 7 صبح هم بلندشن بگن آی مردم 7 صبح فقط فوش خار مادر میخورن، هیچ کی دیگه بهشون اطمینان نمیکنه. ولی بعد این دو لیبریتیا میفهمیدن همچین داستانی رو. حالا این مجری پجریان بعد بفهمن ژیلا صادقی، اون یکی اسکل نظام، به هر حال یکی نون بازوشو میخوره، یکی هم مثل اینا نون دستمال کشیدنشون رو میخورن. بخورین نوش جونتون، شما دم دست فوش خار مادر مردمی.